منتها در برخورد با حل مسائل کشور و اینکه ما ایران رو به جایگاه واقع خودش برسونیم، من احساس میکنم که دو نوع میشه روبرو شد، دو نوع مدیریت میشه داشت. یه مدیریتی هست که بر اساس ماجراجویی و بی‌ثباتی است، رفتارهای نمایشی و قهرمان نمایی و شعاری است، خیال بافی و خرافه گرایی است، خلافگویی و پنهانکاری است، خودمحوری و قانونگریزی است، سطحی نگری و روزمرگی است و افراط و تفرید. ما که در جریان امور هستیم میبینیم، میدانیم که اینا خلاف واقعه. فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی، رمال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن. اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف.